سلام دوستان، به جلسه اول دوره 0 تا 100 خوش اومدید. توی جلسه اول میخوایم در مورد سایت تریدینگ ویو صحبت کنیم و اینکه چطور میشه با این سایت کار کرد. برای اینکه یه سری از بچه ها هستن که تازه دارن ترید رو شروع میکنن و کلا چیزی از این ابزارها و سایت تریدینگ ویو نمیتونن و باید باشون کار بشه. به خاطر همین جلسه اول رو آموزش سایت تریدینگ ویو شروع میکنیم. برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو میشید. اینجا تریدینگ ویو رو سرچ میکنید، تاییدش میکنید. خب وارد سایت اصلیش میشید، tradingview.com رو کلیک میکنید، وارد میشید. یک صفحه اینجوری براتون میاد. اگه از قبل ایمیلتون رو وارد کرده باشید این بالا نشون میده که ایمیل داره. اگر که وارد نکرده باشید اینو میزنید و ایمیلتون رو میزنید و وارد سایت میشید. یه همچین صفحه براتون باز بشه. البته روی واچ لیست هستش. واچ لیست اینجا وقتی که برای اولین بار وارد میشید اینجا ارزهای اصلی و سهام‌های اصلی رو داره و برای اینکه شما بخواید اون ارزی که میخواید بر روش ترید بکنید اضافه بکنید، بعد این به اضافه رو بزنید و اینجا اون ارز رو سرچ بکنید. به عنوان مثال آدا رو من سرچ میکنم، آدا USDT، و آدا USDT رو برای من میاره. حالا برای صرافی های مختلفی رو میاره که کدوم صرافی رو بخواید باش کار کنیم. بایننس داره، کوکوین داره، کوینکس داره. حالا ما با عنوان مثلا این بایننس رو میزنیم. وقتی اینو بزنیم میاد این پایین اضافه میشه، چون من قبلا زدم احتمالا اینجا باشه و نیاره. وقتی که آوردیم پایین اضافه کرد، این آششین آدا اینجا هستش. اضافه کرد این تیک گزینه این بغل بزنید، قرمزش کنید، میره داخل رد لیست شما. رد لیست اون لیستی است که شما روش فوکوس بیشتری دارید و روی این ارزها بیشتر ترید میکنید. میزنیم روی آدا، میزنیم یه همچین صفحه رو باز میکنه. برای اینکه چارت رو کامل ببینید سیان سوپر چارت رو میزنید و چارت کامل باز میشه. خب بذارید من این صفحه رو یا نه بذار همینجوری بیامونه. خب ببینید وقتی این چارت باز میشه، اینه که براتون گفتم واچ لیست و چجوری ارز رو اضافه بکنید. یه قسمت یه محور افقی داره که برای زمان، یه محور عمودی داره که برای قیمت هستش. این بالا هم که اینجا همون اضافه کردن ارز هست. اینجا تایم فریم ها رو میتونید تنظیم بکنید. توش تایم فریم ساعتی داره و دقیقه‌ای یا روزانه و هفتگی یا ماهانه. فقط این ثانیه‌ای رو نمیتونید استفاده کنید چون برای حساب پولی هستش. به عنوان مثلا ما همین 4 ساعته رو میذاریم بمونه. این بر کندل ها هستش، انواع کندل ها که ما با 3 تاش بیشتر کار نداریم. خود کندل ها که همین که هستش و کندل ها به صورت لاین یا همون خطی و هیکل آشی که بعضی جاها برای بعضی از اندیکاتورها میتونیم ازش استفاده بکنیم. در صورت اول همون حالت کندل معمولی رو میذاریم بمونه. خب اینم از این اندیکاتورها. این قسمت برای اندیکاتورها هستش. این قسمت که کلیک بکنید اینجا میتونید هر اندیکاتوری که خواستید رو سرچ بکنید. مثلا RS های روش بزنید به چارت اضافه میشه. اگر خواستید برید توی فیوریت ها و علاقه‌مندیاتون، این تیک زرد، این تیک ستاره رو میزنید و زرد رنگ میشه، میره توی فیوریت ها به این شکل قرار میگیره. خب میبینید که RS های به چارت این پایین اضافه شده. خب اگه این دقت کنید این یه تیکه یه چند تا گزینه داره که میتونید توی تنظیمات RSI دست ببرید و عوضش بکنید. حالا استایلش رو یا اون اعداد ارقامش عوض بکنید. اینم اگه بزنید هایت میشه. یه ضبط‌تر هم بزنید که کلا از روی چارت پاک میشه. خب اینم از اندیکاتورها. اینم برای الرت گذاری است یا آلارم گذاری هست. از اینجا نذارید بهتره چون اونجا باید عدد ارقام وارد کنید. اینجا مثلا به اضافه رو بزنید، این اد الرت رو میتونید بذارید و هر وقت قیمت برسه به اونجا به شما هشدار میده. ریپلای هم که برای بردن عقب چارته که توی حساب رایگانش نمیتونید از این قابلیت استفاده بکنید. خب میریم سراغ نوار ابزاری که این گوشه هست. اولین گزینه میاد حالت این موس شما رو نشون میده
که زیاد مهم نیست. دومین گزینه یه سری ابزار بهتون میده که برای رسم خط روند و اون کانال و این چیزا میتونید ازش استفاده کنید. مثلا این گزینه اول برای رسم خط رونده و وقتی که اینو رسمش میکنی یه سری تنظیمات اینجا بهتون میده که مثلا میتونید رنگش رو عوض کنید یا سایز اون خط رو عوض بکنید یا طرحش رو عوض بکنید، خطچین بشه یا خط صاف بشه. و اگر نخواستید که این سطح آشغال میزنید. اگر خواستید این به فیوریتاتون اضافه بشه و بیاد این بالا، این ستارهش رو میزنید. این ستارهش رو من بردارم حذف میشه، بزنم ستارهش میاد این بالا. خب این از این ابزارهایی که مورد استفادهمونه رو من سعی میکنم که توضیح بدم چیه و همه رو توضیح نمیدم. مثلا این ابزار اگر مثلا از اینجا تا اینجا بندازیم به ما نشون میده که چند درصد افت داشتیم، چند تا کندل بوده، چند روز طول کشیده و از این قبیل اطلاعات. ابزار بعدی این خطای هاریزونتال هست که میتونه بندازید و افقی از اول چارت تا انتهای چارت آینده رو همینجوری خط رو براتون میندازه و میتونید داشته باشید کامل ببینیدش تو همه جای چارت. و خط بعدی هم ابزار بعدی هم این هستش که از اینجا به آینده رو خط میندازه برای شما. یعنی از هر جایی که کلیک کنید به آینده اون خط رو میتونید ببینید. ابزار بعدیش هم همون هاریزونتال فقط عمودیه. مثلا شما اینجا میزنید و این نقطه از چارت رو براتون خط میندازه و بیشتر برای اون تحلیل‌های زمانی استفاده میشه. خب ابزار بعدی ابزار این کانال هست که من خیلی استفاده میکنم. شما میتونید با این با این ابزار یک کانال رسم کنید. اینجا مثلا اولش رو تایید میکنید، اینجا هم دومش رو و میکشیم به سمت بالا و کانال رو براتون ترسیم میکنه. ابزار بعدیش این به صورت اتومات کانال رو براتون میاره. مثلا از اینجا تا اینجا رو میکشه خودش کانال رو براتون میندازه. و اینجا ابزاری که مورد استفاده ما باشه نیست. خب بعدی ها ابزار بعدی میه برای ابزارهای فیبوناچی رو من کامل بعداً براتون توضیح میدم. وقتی از ابتدای یک روند تا انتهایش رسم میکنی یک سری محدوده بهتون میده که محدوده میتونه قیمت بهش واکنش نشون بده. و ابزار بعدی باز فیبوناچی، فقط فیبوناچی اصلاحی هست که اینم بعدا براتون توضیح بدم. به عنوان مثال یه نقطهش رو اینجا میزنید، یه نقطهش اینجا، یه نقطهش هم اینجا. نشون میده که این اصلاح شما تا چه حد میتونه ادامه دار باشه. حرکت بعد از اصلاح چه محدوده هایی رو داره به قول من. و دیگه توی ابزارها اینجا این ابزار فیبو تایم زون هم میتونیم مورد استفادهش قرار بدیم. یه تنظیماتی داره، میتونید روی تنظیمات دلخواه بذاریدش. من گذاشتمش روی اعدادی که ایچیموکو میده بهمون. حالا بعدم درباره‌اش صحبت میکنم. اعداد 9 17 26 33 42 و ادامه‌اش میتونه بهتون یه محدوده‌های زمانی رو بده. این از این. ابزار بعدی دیگه میره توی پینت و این چیزا. مثلا این ابزار اولیش میتونید دستی به صورت دستی نقطه‌ای رو خط بکشید و معلوم بکنید. بعدش همینه، فقط به صورت ماژیکتوره. بعدی که خیلی مهمه و ازش استفاده میکنیم این ابزار مستطیل مربعش هست که میتونید باهاش محدودهای مهم رو مشخص بکنید در خودتون و ابزار پرکاربردیه. ابزار بعدی همه این ابزاری هست که میتونید مثلا پیش بینیتون رو از حرکت قیمت باهاش نشون بدید. به این قیمت مثلا اینجوری حرکت میکنه. خب اینم از این. ابزار بعدی که قابل استفاده است این ابزار نوشتار است. مثلا میتونید اینجا بنویسید تارگت. مثلا اینجا میتونید بنویسید تارگت و حالا رنگش رو مشخص کنید، سایزش رو مشخص کنید، مدل نوشتنش رو مشخص کنید و از این دست. خب ابزار بعدی که
میتونید استفاده بکنید. از این ابزارها زیاد توی دوره من استفاده نمیشه، برای پترن ها هست و من کاری به اینا ندارم. ابزار بعدی که مورد استفاده است برای لاین پوزیشن و شورت پوزیشنه که اینجا میتونید مثلا به عنوان مثال بگید اینجا هم لاین بگیرم، اینقدر حد سودم، اینقدر حد ضررمه و ابزارش رو رسم کنید و برای پوزیشن شورت هم همچنین به این صورت مثلا حذف بکنید و مشخص باشید توی چارت براش. دیگه ابزار خاصی نداریم، اینو که شکلکن و اینجا هم ابزار خطکش رو داریم. به عنوان مثال از اینجا تا اینجا رو شما خط میکشین، به شما نشون میده که مثلا چند تا کندل تون کشیده، چند درصد ریخته، مثل همون ابزار اول هستش که یه خطی رو میکشیدی و بتونید اطلاعات میداد. فقط این که اگر جایی کلیک کنید اون خط کشه حذف میشه، ولی این میتونه مثلا روی چارت بمونه برات. اینم از اینم که برای زوم کردن مثلا شما این ناحیه تا این ناحیه رو نشونه پاش نشون میدید و زوم میکنه براتون دیگه. و ابزار بعدش هم ابزار آهنربا. از این آهنربا رو که بزنید شما وقتی بخوای مثلا خط روند بکشیم میاد به صورت آهنربا جذب میشه به انتهای کندل ها. ببینید جذب میشه به انتهای کندل ها و دقیق تر میتونید رسمش بکنید. البته من خودم زیاد استفاده نمی کنم. و ابزار آخر هم این گزینه ازش که ببینید اگر شما مثلا بخوای یه خط روند بکشی، بعدش بخوای یه خط روند دیگه بکشی، باید بری دوباره اینو کلیک کنی، ولی اگه اینو بزنی قفل میکنه رو همین ابزار و شما میتونید چند تا خط روند رو پشت سر هم بکشید. اینم کاربردش اینه و این دوتا زیاد کاربردی ندارن و این سطح اشغال آخره دیگه. اگه گزینه اولش رو بزنید خط و خطوط پاک میشه، گزینه دوم رو بزنید اندیکاتورهایی که اضافه کردید پاک میشه و گزینه آخر رو بزنید کلا هر چیزی که به چارت اضافه کردین پاک میشه. دیگه موردی که باشه بهتون بگم، به عنوان مثلا ببینید یه قابلیتی که تریدینگ ویو داره، یه حساب دمویی بهتون میده که میتونید مثلا باش بک تست بگیرید یا قبل از اینکه بخواید مثلا پول واقعی وارد بازار بکنید با پول مجازی کار بکنید. برای اینکه اینو بیارید روی چارت یه دونه فلش این پایین است، فلش رو میزنید، توی این حالت میاد روی تریدینگ پنل پیپر تریدینگ رو کانکت میکنید به حساب تریدینگ ویوتون. خب بعد از اینکه حساب کانکت کردید میاد به شما $100,000 بالانس میده که میتونید با این $100,000 معامله بکنید و عیار خودتون رو به قولی بسنجید. مثلا شما میاد اینجا حدس بزنید که قیمت میخواد از اینجا باز ادامه رشد بده یا مثلا میخواد بریزه، یه روم به اضافه میزنید. اینجا هم سل داره هم بای که بزنی این صفحه میاد مثلا میگه که 100 تا آدار رو من میخوام معامله کنم، حد سود حد ضررتون همینجا میتونید معلوم کنید، اینجا دستی وارد کنید عددشو و تایید کنید. هم میتونید خاموش بذارید، بایو انجام بدید، معامله باز بشه، بعد اینجا تی پی و اس ال تون رو دستی بکشید. مثلا تی پی تون رو میخواید بذارید اینجا تایید میکنید، اس ال تون رو میخواید بذارید اینجا تایید میکنید. حالا اگه بره بالا سود میشه، بیاد پایینم ضرر میشه. خب دیگه چیز خاصی نداره تریدینگ ویو. اگر که باز هم چیزی مونده بوده و نگفته بودم توی جلسات بعدی بهش میرسیم و یاد میگیریمش. تا جلسه بعدی که بحث پرایس اکشن رو شروع بکنیم، موفق و پیروز باشید و خدا نگهدار.